دادگاه بین المللی جنایی در گاگا در رابطه با تجاوز روسیه به اوکراین با اتهام جنایت جنگی دو پرونده باز کرده به حبس چندین نفره نیز دستور خواهد داد که احتمال می رود در جنایت ها دست دارند. در این باره رسانه‌های ریترز و نیویورک تایم روز دوشنبه با استناد به مقام‌های رسمی دادگاه که نامشان ذکر نمی شود خبر دادند. خبر بازشوی پرونده ها تا حال رسما نشر یا تصدیق نشده است. با اطلاع نیویورک تایمز اتهام ها بر اساس دو بند تخریب هدفمندانه زیربناهای غیر نظامی اوکراین و انتقال کودکان از این کشور به روسیه که کیف آن را خشونت و دارای نشانه های قتل عام نامید اعلام می شوند. دادستان دادگاه بین المللی جنایی در گاگا کریم خان اخیراً برای آموزشی هدف موشک‌های روسیه و حمله بی‌سرنشین‌ها به انشاءات زیربنایی و انرژی اوکراین و این کشور سفر کرد. روسیه ضربه‌های خود را قانونی شمرده میگوید به خاطر ضعیف ساختن دشمن انجام شدند، اما اوکراین آنها را واسطه ترس دادن ساکنان آسایشته مینامد. رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفته بود که کشورش علیه روسیه به دادگاه بین المللی دعوا برده است. روسیه روز 24 فوریه سال گذشته به اوکراین حمله کرد. کیف و کشورهای غربی آن را تجاوز به خاک اوکراین می‌دانند، اما مسکو عملیات ویژه برای غیر نظامی کردن اوکراین می‌داند.